هموطنان محترم، دکتر صاحبای گرامی، به خصوص دکتر صاحبای جوان و همچنین محصلین محترم سلام. دکتر موسی داوری هستم یک بار دیگر امروز با یک نشر ویدیو لکچر جدید در مورد سکته مغزی. خواستم مطالب همه جانبه در مورد سکته مغزی به شما ارائه کنم. یک بحث بسیار بزرگ است و کوشش میکنم تا در داخل یک یا چندین قسمت این بخش ما به پیش ببرم و امیدوار هستم از این معلومات را که شما اخذ میکنین برای مریضایتان و همچنان برای کسایی که احتیاج و نیاز به کمک شما دارن از او استفاده کنین. موضوع خیلی موضوع بزرگ است و به او خاطر من خواستم ای را به شکل همه جانبه تشریح کنم و تا بتانیم هم از نظر محتوی و هم از نظر ای که برای مریضای ما کمک کرده بتانیم چیز خوبتر و یا بهتری را پیشکش کنیم. ما موضوعی که گرفتیم استروک است و استروک یکی از علتهای عمده مرگ و میر و همچنان مصابیت و معیوبیت بسیار زیاد را نزد کسایی که به این مبتلا میشن، به خصوص کسایی که سنشان بلند است تشکیل میده و همچنان استروک در این اواخر مثلا در شروع سال جایی که سال تغییر میکنن ما میبینیم مقدار تعداد زیاد از مریضای ما با این لوحه نسبت به بخشای دیگه از سال مراجعه میکنه. به او خاطر خواستم موضوع را یک اندازه دمی وقت سال برای شما یک تکرار مجدد کنم. البته دکتر صاحبای دیگه داخلی ما که در خارج و یا داخل افغانستان قرار دارن و هستن، ما میبینم ویدیوهای بسیار خوب و کوتاهی را تقدیم شما میکنن که اونا هم ازشان جهان استفاده میکنم و از طرف دیگر جسارت به خود نمیبینم تا در مورد موضوعی که اونا بحث میکنن. ما چون مسلک من نیورولوژی هم هست و رادیولوژی هست، در این مورد ما قضاوت کنم و بگویم چیزی. اما دکتر صاحبای ما خیلی خیلی کمک میکنن، معلومات جدیده که در اروپا، در امریکا و خارج از کشور اینها به دست میارن، اینا رو به دسترس دکترهای داخل وطن ما، محصلین محترم ما قرار میتن تا در آینده ما بتانیم یک چیز بهتر را در عرضه خدمات صحی برای مملکت و مردم خود ما پیشکش کنیم. موضوعی که ما میخوایم در بر بگیره این لکچر شامل استروک است و استروک ما تعریف میکنیم. بعد از تعریفش میبینیم که علتهایی که یعنی انواع مختلف استروک در موردش میبینیم، گپ میزنیم چی نوع پاتوفیزیولوژی یا علت هست که استروک یا سکته مغزی به وجود میاد، اعراض علائم از چی است، کدام معاینات ما ضرورت داریم برای مریضای خود اجرا کنیم، نتایج تداوی ما چی است در استروک و همچنان وقایع ابتدایی و وقایع ثانوی در صورتی که کسایی که بر ریسکای استروک مواجه باشن چه قسم ما میتونیم از او وقایع کنیم و کسی که به استروک مصاب شده یا مصاب سکته مغزی شده اونها را در مراحل ابتدایی چی نوع منیجمنت میکنیم. این لکچر خیلی بزرگ است و کوشش میکنم این را به 3 قسمت ما تقسیم و طبقه بندی کنم و قسمت اول از این را ما شروع میکنم. میبینیم در مورد اینترودکشن بیایم کمی بهتر بسازم. میبینیم استروک با 3 لوحه عمومی میتونه با پیش بیاید، یعنی نشان بده خود از شروع. یا ای که میگیم استروک به شکل مقطعی گذری است که در مدت 24 ساعت اعراض علائمی که نیورولوژیک نزد مریض به وجود میاد اینا از بین میره که رو به نام ترانزیتوری سریبرال اسکیمیا یا TIA میگیمش. و قسمت دیگه است که به شکل کامپلیت اعراض علائم به شکل آنی نزد مریض به وجود میاد و مو شکل میمونه و بخش سوم ازی که اعراض علائم به وجود آمده به شکل آنی و ای پیشرفت میکنه که همش تحت لوحه سکته مغزی اینها به اصطلاح قرار میگیرن. از نظر ای که استروک
تعریفش کنیم عبارت از به وجود آمدن اعراض علائم نیورولوژیک به شکل آنی است که در مدت 24 ساعت یا از بین میره که او بخش TIA است و اگر باقی ماند او بخش استروک ماست و استروک میتونه دو نوع باشه، بخش اسکیمیک یا سبب بندش شریان و یایی که بخش هموراژیک که اگر شریان باز شوه و خونریزی بته اونا هم مشکل در سیستم عصبی به وجود میاره. موضوعی که پروگرسیو استروک میگم که هست عبارت از یک استروک است که با یک فوکال نیورولوژیک دفیسیت شروع میشه و نظر به وقت پیش میره که ای را به نام استروک این اِوولوشن یا استروک در پروگرشن ایجاد میکنه. کامپلیت استروک گفتم وقتی که اعراض به وجود آمد اونا هم دفیسیت به شکل پرسیستن یا دائمی باقی میمانن و نظر به وقت به اصطلاح زیاد نمیشه. ریسک فاکتورهای استروک چی است؟ ریسک فاکتورها را ما به شکل دو دسته عمومی تقسیم میکنیم. ریسک فاکتورهایی که ثابت هستند یعنی تغییر نمیتونیم بکنیم، مثلا سن مریض ما نمیتونیم تغییر بدیم، جنسیتش نمیتونیم تغییر بدیم. پیش مریضایی که مرد هستن نسبت به زنها زیادتر استروک تحسس میکنن. از نظر از این که ببینیم پیش کی کدام ریس یا کدام نژاد زیادتر استروک دارن، مردمای آسیا، به خاطر که پیش از اونا بعضی از ریسک فاکتورهای مودیفایبل هم زیادتر هستن و نمیشه درست تداوی، پیش از اونها این زیادتر دیده میشه. همچنان از نظر ای که در کسایی که از نظر ارسی مصاب به بعضی از مشکلات ارسی هستند به شمول مشکلات خون، یعنی مشکلات کوآگولیشن خون، اونا هم پیش از زیادتر استروک دیده میشه. کسایی که قبلا سکته قلبی کردن یا ای که یک ایمبولیزم پریفرال دارن یعنی DVT دارن، کسایی که مشکل قلب یعنی سوراخ قلب دارن و یا ای که سابقا کدام تیایی دیدن، پیش از او هم ریسک استروک موجود است. همچنان بالا بودن سویه فیبرینوژن در خون هم سبب یعنی امکان زیاد شدن خون لختگی داخل رگ‌ها میده. ریسک فاکتورهایی که مودیفایبل است یا قابل تغییر است عبارت از فشار بلند یعنی فشار بالا، امراض قلبی به خصوص امراض اریتمی قلبی و در صورتی که هرت فیلیر یا امراضی که قلب به اصطلاح فیل و هرت فیلیر نزد مریض موجود باشه، کسایی که اندوکاردیت داره پیش از اینا امبولیک استروک زیادتر دیده میشه. دیابتیس میلیتوس، هایپرلیپیدمیا، کسایی که سیگرت میکشن، الکل استفاده میکنن و همچنان نزد خانم هایی که اورال کانتراسپتیو میگیرن پیشان امکانه به وجود آمدن استروک هست. البته این ریسکای هست که قابل تغییر است در صورتی که ما در این مداخله بکنیم و مریض فهمانده شود، مشکل ریسکش هم برطرف کنیم، ریسک عمومی استروک نزد از اینا هم برطرف میشه. چاقی، sedentary lifestyle، کسایی که زیاد حرکت نمیکنن، social deprivation، مثلا در صورتی که ما گوشه‌گیر باشیم یا مشکل در عین زمان یک مشکلات روانی، تشویش ها، کسی که گوشه‌گیر میگیرن بیرون حرکت نمیکنن، فعالیت فیزیکی ندارن، از نظر لایف استایلشان ریسک های مختلفی را دارن به شمول ریسک سکته مغزی. استروک گفتم دو حصه تقسیم میکنیم، قسمت اسکیمیک یا بخش که بندش در رگ‌ها صورت میگیره یا به وجود میاد و بخش هموراژیک یا خونریزیش که استروک یعنی رگ باز میشه و خونریزی تولید میشه. بخش اسکیمیک از این هم باز به دو دسته است. ترومبوتیک یعنی در صورتی که علقه که بسبب بندش یک رگ میشه در داخل خود رگ به صورت صاحبی موجود باشه یا به وجود میاد و یا ای که علقه از جای دیگه انتقال کرده و به شکل یک ایمبولیک میتونه خود به یک رگ برسانه که در وجود سبب بندش او رگ شود. بخش هموراژیکش شامل یعنی اینتراسربرال هموراژ است، یعنی خونریزی در داخل پرنشم
یا نسج مغز است و سبارخنویدال هموراژ یا خونریزی تحت عنکبوتی که برش میگیم یک حالت حاده است که سبب باز شدن یک رگ یا شریان به وجود میاد که اکثرا علت ازی انوریزماتیک می باشه. هی هم علت استروک هموراژیک است. بازم منظره که می تقسیم بندی را نشان میده در قسمتی که میبینین و ماوس علمی حرکت میتم. در اینجا اسکیمیک استروک است که سبب بند شدن یک رگ میشه و اقصاهایی که مربوط به اروای امی رگ است یا توسط امی قسمت رگ خون به او و اکسیژن و گلوکوز میرسه. در اوجه بندش صورت میگیره. پیش مریض به شکل آنن اعراض اینمی ساحه به وجود میاد. همچنان در طرف که ماوس بالایش هست میبینین که خونریزی نزد مریض موجود آمده و این خونریزی میتونه داخل نسج پرنچه هم به وجود بیاید یا ای که از یکی از طریق‌های یا راه‌های سبارخنویدال خارج شود و در مسافه تحت ارخنوئید یا عنکبوتی ایجا خون به اصطلاح بره. این حالت بسیار حالت حاد است به خاطر که اولی که خون بسته نمیشه، دویی که فشار شریانی بلند است و سه که ما در داخل قفل خود یا در داخل سر ما جای نداریم تا یک اندازه جای داره و بعد از اینکه مقدار ولیوم یا حجم سر پوره شد فشار بالای مغز به وجود میاد و سبب از این میشه که مغز اگر جای نداشته باشه، وقتی که مغز جای نداشت ادیما در ساحه به وجود میاد و دویی که رگ‌ها نمیتونه به قسمت‌های نرمال مغز هم خون برسانه. هر دو فاکتور سبب میشه که از ساحاتی که ما در قسمت قاعده قفل و یا مثلا در ساحات تنتوریم بین مغز بزرگ و مخچه که اگر موجود است از اون ساحات به اصطلاح هرنیت کنه و یا فتق خود انساج مغزی به وجود بیاید که مریض آنن و به شدت بسیار زیاد حواس خود از دست میده و کما میره و سبب دت یا تلف شدن مریض ما میشه. از نظر رادیولوژیک 85% گفتم هموراژیک است، تقریبا 85% اسکمیک است، 15% هموراژیک استروک است که از ما میبینیم که CT مغز نشان میده. در این یک استروک چند روزه هست که نشان دهنده ادیما و همچنان ساحه‌ای که در این مصاب استروک است و به اصطلاح از بین رفته در طرف راست medial cerebral artery یا شریان وسطی قفی یا مغزی در اینجا تأسس کرده. در طرف دیگه که میبینیم ما خونریزی رو میبینیم که خونریزی داخل پرنچه هم است که داخل سیستم بطینات هم شده و خونریزی به شکل به رنگ سفید دیده میشه. به او خاطر CT اسکن در مرحله ابتدایی فقط برای از اینکه ما بتونیم خونریزی رو نهایی کنیم میباشه. در مرحله ابتدایی ما به این شکل استروک نمیبینیم الایی که تقریبا بعد از 6 ساعت ما یک ساحه کم رنگ رو میبینیم که اگر 1 یا 2 روز بالایش بگذره این رنگش زیادتر تغییر میکنه و به این شکل ما میتونیم ببینیم. پاتوفیزیولوژی استروک یعنی چه قسم به وجود میاد از نظر مرض. خود نسج مغز ما با گلوکوز و اکسیژن زیاد نیاز داره که این توسط رساندن خون هم گلوکوز میرسه به مغز و هم اکسیژن. 15% اوتپوت قلبی ما را مصرف مغز میشه که در او جمله 20% اکسیژن استفاده شده کل وجود ما در مغز ما مصرف میشه. وقتی که جریان خون نتانه به ساحه مغز به یک قسمتی از مغز برسه، پیش مریض یا پیش شخص اعراض امو ساحه به وجود میاد به خاطر که نسج مغز یک نسج بسیار ایروبیک است و ضرورت به اکسیژن داره. در صورتی که مکمل خون بالای ساحه قطع شود و اصطلاح اگر بندش به صورت تام باشه که هیچ نگذاره که خون به ساحه
پیشتر از او برسه، امو ساحه مغز در مدت 4 الی 10 دقیقه میتونه از بین بره. به این معنی که امکان اعاده وظایف در او ساحه بعد از عمق وقتی گذشته بسیار کم است. اگر خون به مقدار 16 تا 18 میلی لیتر فی 100 گرم از نسج مغز یا سربرال توشیو برسه در یک دقیقه، در او صورت میتونه انفارکت یا به اصطلاح از بین رفتن نسج در 1 الی 1 ساعت دوام کنه. که نمی وقتی است که در اینجا ما بتانیم اگر مریض کوشش کنیم برسانیم به یک مرکز تا از جلوگیری کنیم از سبب تلف شدن نمو ساحه نسج مغز تلف نشه از پیش ما. و در صورتی که اگر از 20 میلی لیتر فی 100 گرم ما خون به مغز برسانیم یا برسه، نظر به ای که اگر حلقه هم تام نیست، در او صورت اسکیمیا یا اینفارکشن در ساحه، اول اسکیمیا خوب وجود آمده، بلکه اینفارکشن یا تلف شدن یا از بین رفتن نسج مغز میتونه وقتش زیاد شوه و بین ساعت و یا چند الی 1 روز برسه. که ای هم نظر به نوعیت نزد هر مریض فرق میکنه. خونریزی گفتم دو نوع است: اینتراسربرال هیموراژ یا ICH و سوباراکنیدال هیموراژ یا SAH که ایره قبلا تشریح کردم. اینتراسربرال هیموراژ خون در داخل نسج مغز و سوباراکنیدال هیموراژ خون خارج از یعنی تحت مسافه عنکبوتی و خارج از پیامتر می باشه. از نظر ازی که خونریزی زیادتر مرگ و میر داره یا ای که بندش رگ، خونریزی زیادتر مرگ و میر داره به خاطر که فشار داخل مغز بلند میره، سبب هرنیشن میشه و هرنیشن خودش مراکز اصلی قلب و مراکز تنفسی را مختل میسازه وظیفه‌اش و مریض از بین میره. چرا خونریزی به وجود میاد؟ در صورتی که فشار زیاد خون در از رگ‌های خون به اصطلاح فشار زیاد سبب از این شود که خون از رگ‌ها خارج شود و یک در داخل نسج پرانچی هم شود و خونریزی داخلی تشکیل بده. در این صورت نیورون‌هایی که در ساحه هست یا سبب فشاری که از سبب مقدار خون در ساحه به وجود میاد آنن، اینا پاره میشه و وظایفشان از بین میره و حیایی که امو ترکتا یا اکسون هایی که در بین راست و چپ و بین قسمت های مختلف خود نسج مغز موجود است، وظیفه از اونها مختل میشه و سبب به وجود آمدن اعراض میشه که این اعراض نشان دهنده قطع وظیفوی خود نسج مغز است. هیماتوما یا هیموراژ این خاصیت داره که نظر به وقت و نظر از به که فشار مریض چقدر است یا اکسپنشن کنه، به اصطلاح بزرگ شده و ولیوم خود بزرگتر بسازه که این هم در پروگرس خود مرض کمک کننده هست برای مرض، البته برای مریض نه بلکه برای مرض. خونریزی های بزرگ میتونه که به صورت آنن سبب ازی شود تا مغز در فورامین مگنوم و یا ساحاتی که تنتوریوم میگیمش از اوجه داخل پایان فشار بیه و سبب مرگ آنی نزد مریض شود. خونریزی از باعث بلند بودن مزمن فشار خون میتونه به وجود بیه. اگر شریان‌های کوچک قطع شوه یا باز شوه میتونه خون به اصطلاح خون باز میشه و در حالاتی که اگر فشار پیش مریض به شکل دوامدار زیاد باشه جدارهای خود رگ‌های کوچک هم مشکلات پیدا میکنه و این سبب لیک شدن خون میشه. در سوباراکنیدال هیموراژ که حالت بسیار خاصه هست، مریض با یک لوحه خیلی آنی یعنی به حساب تندر کلاب هیدک میگنش، سردردی خیلی آنی که به شکل به یک ثانیه شروع شده و از او شدتش تا فعلا مریض سردردی را حکایت در استوری یا تاریخچه خود نمیکنه، به او رقم شروع میشه و آنن در حقیقت باز شدن یک انوریزم است. انوریزم عبارت از خلطه هایی است که در سطح به حساب خلطه شدن ساحات از شرايين مغزی است.
وقتی که او باز شد فشار رگ‌ها خود زیاد است و سبب همی خونریزی سبارخنیال ایموراج میشه. علتایش غیر از انوریزم ایوی مالفرمیشن است، یعنی در حقیقت وقتی که تغییر در ساختار ارتریو وینوس یا کپیلاریا یا جریان خون از وقتی که از شریان میره به کپیلاری و بعد از به وین میره، پیش از اینا این ساختار غیر منظم است و یک مالفرمیشن داره. امکان ازی است چون نظر به فشار شریانی زیاد است در قسمت‌های وریدی ازی باز شوه و از او ساحه هم خونریزی بکنه. همچنان هانجیوما و مایکوتیک انوریزم که عبارت از انوریزمای انفکشن است، یعنی اکثرا از امراض قارچ ها یا ای که فنگل انفکشن میتونه سبب وجود آمدن مایکوتیک انوریزم شوه که هم خودش خونریزی بده. باز هم گفتم که خونریزی سبارخنیال ایموراج با یک تاریخچه آنی سردردی خیلی شدید شروع میشه. ایتیولوژی استروک اسکمیک یا استروک که سبب بندش رگ‌ها میشه. امبولیک میتونه باشه، میتونه ترومبوتیک باشه. امبولیک به این معنی که علقه از جای دیگر انتقال کرده و ترومبوتیک علقه در ساحه موجود است و خودش آهسته آهسته تأسس کرده. مثلا در لاکونر استروک یا استروک های کوچک، در استروک بزرگ ترومبوتیک و همچنان پروترومبوتیک هستند. کسایی که پیش از اونا یک ترومبوزیس به آسانی میتونه به وجود بیاد. این شامل ترومبوتیک علتهایش است. امبولیک در صورتی که اگر از یک شریان به شریان دیگه، مثلا در صورت کسی که کلسیفیکیشن و همچنان چربی و به اصطلاح بندش در قسمت شرايين کاروتید و خصوصا در بایفرکیشن بخش کاروتید انترنا و اکسترنا در اینجا این با مرور زمان آهسته آهسته کلسیفیکیشن و همچنان پلاک‌های شحمی به وجود میاد که وقتی که یک قسمت از او باز شد و توسط جریان خون به بالا و مغز برسه سبب بندش ساحه مربوطه میشه و این هم ارتریال کازش هست. کسایی که در آرکس اورتا یا در آرک یا در قسمت قوس ابهر خود کلسیفیکیشن ها داره، اینها هم میتونن توسط جریان خون بالا بره و سبب بندش در رگای مغز شود. کسی که مشکلات قلبی داره، مثلا پیشن اشخاصی که اترال فیبریلیشن یا ریتم نامنظم دارن، یعنی در حقیقت قلب در حالت لرزه هست و بعد از چند مدت یک پمپ میکنه، این در این وقتی که در حالت لرزه هست خون زیادتر در قسمت قلب باقی میمانه و سبب لخته شدن میشه. وقتی که پمپ شد اینا به شکل پاشان میرسانن علاقاتی که در ساحه سخت شده با ساحات پریفرال به شمول مغز میتونه برسن. کسی که امای داره پیش از اونا هم یک ساحه از قلب نتونه وظیفه خود درست اجرا کنه، هم امکان لخته شدن خون در داخل قلب است که با یک وقتی که از جای خود انتقال کرد یا شور خورد امکان بالا رفتن و همچنان پایین رفتن به تمام شرایط دیگه هم است. مورال ترومبوزیس همچنان پیش کسایی که اینفارکت داره میتونه در صورتی که اگر در جدار یک شریان مثلا مورال ترومب به وجود بیاید، اگر شریان داخل قسمت اینتیمایش باز شود ترومب میتونه انتقال کنه. کسایی که اندوکاردیت داره، استنوزیس مایترال داره و همچنان پارادوکسیکل امبولیزم، مثلا خانومی که عملیات شده سیزارین سکشن و یک قسمتی از مایع امنیوتیک یا ای که در جریان عملیات بزرگ یک امبولی شحمی داخل سیستم وریدی میشه و وقتی که از قلب اگر سوراخ در قلب موجود بود، یعنی در حقیقت یک شنت بین وریدی و شریان موجود بود، میتونه بالا بره و پیش از اینکه به شش ها برسه و خود به مغز برسانه. حالا میایم سر علت ترومبوتیک استروک، یعنی همی علت اولش که قبلا گفتم امبولیک و ترومبوتیک. حالا داخل میشیم در مورد ترومبوتیک استروک گپ میزنیم. شما ببینید که موضوعی که ما اینجا گرفتیم محتوی خیلی زیاد داره، به او خاطر
شاید تمام از این لکچر ما نتونم تا این ویدیو به شکل یک ویدیو بکنم تهیه و به او خاطر ما پلانم از 3 ویدیو است و امکان داره که 3 الی 4 ویدیو شود. ترومبوتیک استروک ها که گفتم آتریوسکلروسیس پلک هایی که تشکیل میشه در جدار رگ ها، بس خصوص رگ ارتری کاروتیس اینترنا، اینا میتونه که باز شوه و بالا بره، سبب لاکونر استروک شوه. لاکونر استروک 20% از تمام استروک های یا سکته های مغزی داخل وایر تشکیل میده که اینا اکثرا رگ های کوچک که میتواند به شکل ترومبوتیک اتریوسکلروزیس در اوجا به وجود بیایه، بندش در او حاصل شود. اینها اکثرا کوچک هستند، این اینفکشن ها یا این سکته های کوچک هستند و از نظر کلینیکی به نام لاکونر سندروم یاد میکنه که یک اکثرا پیش مریضا به صورت زیاد عوارض به اصطلاح علائم موجود نیست، فقط ساحه‌ای که مصاب شده از اوجا علائم میتونه باشه. بعضا میتونه که نظر به استراتژیک بودن ساحه مصابی پیشان مشکل زیادتر باشه، اما به صورت اکثر مریضایی که لاکونر سندروم دارن یا یک دستشان مثلا کار نمیکنه یا یک احساس یک قسمتشان قطع شده و یا که یک مشکل کوچک دارن. امبولیک استروک که گفتم کاردیو امبولیک است که منشأ قلبی میتونه داشته باشه یا آرتری تو آرتری امبولیزم است. وقتی که از قلب یک امبولی تشکل کرده باشه و از طریق شریان برسه به شریان مغزی، قسمت زیاده که در مغز اروا میشه توسط آرتری سریبری میدیا یا میدیال سریبرال آرتری اروا میشه و امکان زیاده هم در بندش از این شریان و شرايين کوچک و یا به حساب شاخه‌های ازی هست. در اینجا علتها را از زیادترش اتریال فیبریلیشن تشکیل میده که اتریال فیبریلیشن با بلند بودن سن زیاد دیده میشه. دیگه علتهایش مایوکاردیال انفکشن است، کسایی که والای پروستاتیک داره یا ای که وال ریپلیسمنت شده برای قلبشان وال انداختن و همچنان که تحت تداوی با دوای رقیق کننده هستند، در صورتی که از حالت که برشان گفته شده دوایشان نگیرن و خونشان رقیق نشه، امکان ترومب ساختن هست. دیگر روماتیک هرت دیسیز، کسایی که مشکل والوولر داره، خصوصا مایترال دسامه هست که اکثرا در این حالت مصاب میشه. آرتری تو آرتری سندروم اتریوسکلروسیس پلاکا هست که میتونه انتقال بده کمی پلاکای کلسیفایده و سبب بندش شوه. ایره قبلا در سلاید قبلی هم به خوبی گفتیم. اسکمیک پنومبرا یا ساحه‌ای که ما باید نجات بدیم، ساحه‌ای است که یک انفکشن در قسمت داخلی از تأسس کرده و این در حقیقت ساحه خطر بعدی است که اگر ما نتانیم اعاده کنیم جریان خون به مغز در تحت امو ساعت ها و یا چند ساعتی که هست، این ساحه هم از بین میره. برای این مانا که این ساحه 100% جریان خون بالایش قطع نشده، بلکه بعض شریان های کوچک همسایه ها یا کلاترال های هست که بر از این میرسانه خونه و این اما بعد از یک مدت زمان اگر برش ریواسکولاریزیشن صورت نگیره، این ساحه هم در معرض خطر قرار داره. اعراض و علائم سکته مغزی. قبل از اینکه در مورد اعراض بگویم، ما میایم سر هیستوری یا تاریخچه‌ای که در یک مریض باید ازش پرسان شود یا از اقاربش پرسان شود. باید بفهمیم که چی وقت پیش مریض اعراض علائم آمده. اکثرا و باید هم پیش مریضا یک شروع آنی نیورولوژیک دیفیسیتس موجود باشه و این تاریخچه را میتونه مریض یا اقارب بر ما بتن.
اگر پرسان شود که سابقا کدام فلج گذری داشتن یا نه، دیابت دارن، هایپرتنشن دارن، اریتمی دارن، روماتیک هرت دیزیز دارن، آیا قلبشان عملیات شده و کدام وال پروستاتیک داره، آیا مریض میگرین داره و آیا به مرگی مصاب است. به اصطلاح که خیلی بر ما مهم است به خاطر دیفرنشیال دیاگنوزیس که در سیر هر دو حالت مرگی و میگرین میتونه فلج گذری موجود باشه بدون از اینکه علت ترومبوامبولیک داشته باشه. همچنان تاریخچه از اینکه مریض دوای رقیق کننده خون میگیره که شامل وارفارین است و نوآکای جدید که حالا است که خودش زمینه خطر هموراژیک برای ما زیاد میسازه و در عین زمان اگر مریض دوای خود نگرفته باشه و پروستاتیک وال داشته باشه در قلب خود زمینه ترومبوامبولیزم زیاد میسازه. مریض ما اگر اورال کانتراسپتیو میگیره خصوصا نزد خانم‌های جوانی باید پرسان شود. کسایی که اگر مشکل ژنتیک مثلا سیکل سل انیمیا و پولیسایتیمیا بیرا دارن اونا خودشان بایدش پرسان شود. همچنان سابستانس ابیوز مثلا آمفتامین و کوکائین ببینیم که خودش مشکل شرايين کوچک و شرايين مغزی را میده که امکان ترومبوامبولیزم صاحبی خود مغز دیده میشه پیش این اشخاص. اکثرا اشخاص جوان هستن و در سنین 30-40 اینا به شکل عاد مراجعه میکنن با یک پروگرسیو نیورولوژیک دیفیسیت که اکثرا معاینات و همچنان هیستوری یا تاریخچه نزد از اینا به شکل گنگ میباشه. چه قسم مریض باید معاینه کنیم؟ معاینه نیورولوژیک که حتما تمام دکتر صاحب‌های داخله، دکتر صاحب‌های عاجل و نیورولوگا به صورت عموم ایرا باید به شکل آنی و عاجل برای مریضای استروک انجام بدن که نشان دهنده مشکل و ساحه‌ای که از اون مشکل منشأ میگیره توسط این معاینه میباشه یا ساحه را برای ما تعیین میکنه. همچنین معاینه جلد، معاینه چشم، معاینه کاردیوواسکولار، معاینه سیستم ادرار یا یورینری سیستم باید ببینیم. معاینه لوکوموتور خیلی مهم است که در اینجا اگر مریض ما پیشش کدام مشکل به اصطلاح از مسکولواسکلتال به وجود آمده باشه یا در صورت که اگر افتاده باشه و ضربات مثلا در قسمت فوقانی سیستم عصب مرکزی که در گردن باشه به وجود بیاید، اینا هم سبب فلج است میتونه شود، اما باشه از اونا باز باید تاریخچه ترزیز پیشان باید رد کنیم. پیش مریضای جوان خصوصا کسایی که آنن با یک فلج یک طرفه در سن 30-40 مراجعه میکنه، اگر تاریخچه ترزیز در چند روز قبل داشته باشه اونا هم امکان به این است که دایسکشن یک علتش است که دایسکشن یعنی باز شدن جدار داخلی خود یکی از رگ‌های که به سر می انجامه که اونا را باید در نظر بگیریم. وارنینگ ساین ها اگر رویتان ای به همه مردم است، اگر یک طرف رویتان عاجل افتاد و غیر یعنی اسیمتری به وجود آمد، اگر نتانستین درست گپ بزنین و در گپ زدن براتان مشکل آمد و ای که اگر در فهمیدن گپ براتان مشکل آمد، اگر نتانستین چشمایتان به طرف راست و چپ یعنی حرکت بتین و یا در صورت به وجود آمدن یک سرگنگسی، سرگیچی و بیلانس، مشکل بیلانس به شکل عادی، باید شما عاجلاً با دکترتان مراجعه کنین. این موضوع رو ما به خاطر افغانستان میخوایم یادآور شوم که در اوجا ما دکتر تان که میگم نداریم، بلکه هر دکتر میتونه دکتر تان باشه، اما باید در این حالت که این 4 حالت یا 5 حالت آخرش هم سردردی آنی که شما قبلا او را به اصطلاح تجربه نکرده باشین، اگر این حالت آمد شما باید به یک شفاخانه مجهز مراجعه کنین. شفاخانه مجهز در افغانستان میتونه شفاخانه باشه که در اوجا یک ماشین سی تی اسکن باشه که تا ببینه که آیا خونریزی پیش شما موجود است یا نه. یعنی قدر وقتی که به می اندازه کارم ما پیش ببریم، مریض ما امکان از این که بهبود بیافته و در حالت عاد برش کمک کرده باشیم خیلی زیاد است. ما باید منتظر نشینیم که چند ساعت بعد چی میشه، به خاطر که وقت عبارت از
انساج مغز است. هر چقدر که وقت از زود عکس العمل برش نشان بدیم به این و مریض به یک جایی برسانیم که فقط برای ما نهی کنه که خونریزی نیست، این کار بسیار بزرگه برای مریض کردیم. اعراض علائم نظر به این که کدام قسمت مغز مصاب شده. اگر طرف چپ مغز که اکثرا طرف دومینانت است مصاب شود، در اینجا اعراض طرف چپ که عبارت از مشکل سخن گفتن، در صورتی که مریض ما دست راست باشه که اکثرا 80 تا 90% پاپولیشن یا مردم دست راست هستند، برای از اونها مشکل در سخن گفتن است. مشکل در است که طرف مقابلشان فلج میشه، یعنی طرف راست از این مردم و پای راستشان فلج میشه، مشکل احساس در این طرف راست بدن خود پیدا میکنن، نمیتونه قسمت راست فیلد یا ساحه دیده که اگر دو چیز در مقابل چشم از اینا قرار بگیره، طرف راست دیده نمیتونه. دیسارتریا هم یعنی مشکل در گپ زدن، در تکلم است که از افزیا باید فرق شود. افزیا مریض میفهمه بلکه گپ نمیزنه، دیسارتریا هم میفهمه اما وقتی که میخواد گپ بزنه مشکل و یاری نمیکنه زبانش خود که تا او رو شور بده. difficulty reading and writing and calculation همچنان چیزهایی است که یعنی اعراضی است که اگر وقت داشته باشیم با مریض خود ای را هم اجرا کرده میتونیم. در صورتی که اگر طرف راست مغز مصاب شده باشه که نان دومیننت ساید است، در این صورت پیش مریض یک نگلکت میتونه موجود باشه، دیسارتریا میتونه موجود باشه، دیسورینتیشن سپیشل به این معنی که نگلکت به این معنی که اگر طرف همون طرف مریض قرار بگیریم و با او سخن بگوییم، مریض کو فکر میکنه که سخن از طرف که جور است میایه و روی خود به طرف جور دور میته، حالان که ما به طرف ناجور مریض استاد هستیم و او مریض نمیتونه به اصطلاح ما را درک کنه. دیسورینتیشن یعنی نمیفهمه که در کدام قسمت از نظر 3D یا بعد 3D چی در کجا قرار داره. همچنان طرف مقابلش که طرف چپ است، هیمی پاریسیس یا هیمی سنسوری پاریسیس میتونه به وجود بیاید. از نظر آناتومی قسمت‌های مختلف مغز مسئول وظایف مختلف است که توسط شریان‌های مختلف اینها اروا میشه و امی هست که برای ما نشان دهنده در معاینه ما نشان میده که کدام قسمت و همچنان از بین رفتن بعضی از وظایف قسمت‌های مغز نشان دهنده ساحات مختلف مغز می باشه. در اینجا یک فانکشنال مپ یا یک ساحه است که نشان میده که کدام قسمت از مغز وظیفه‌اش چی است می باشه. ما فکر میکنم که طرف چپ مغز است به خاطر که ساحه بروکا و ساحه ورنیکا که مسئول تکلم زبانی و مسئول فهمیدن تکلم است اینجا موقعیت دارن. مسئول تمپورال لوب وظیفه شنوایی است، سخنسازی هست و همچنان مموری یا حافظه هست. پاریتال لوب سنسیشن یا احساس است دمی طرف و همچنان بخش لنگویجش که با ساحه ورنیک تماس داره هوجه هست. ساحه که یعنی 3D موجودیت شی در فضا، موجودیت جسم ما در فضا و همچنان اتنشن یا توجه هست. اکسیپیتال مسئول بخش دید ما هست که ساحه اول و دوم و سوم داره. قسمت فرانتال دیجا حرکات هست، فکر بالا هست، ججمنت هست، فکر کردن است و همچنان پرسونالیتی و مود یه عبارت از شخصیت است. در این قسمت ها هست. اگر مریض ما دچار یکی از این علائم شد، ما نظر به این که علائم مریض و با مریض سخن بگوییم، گپ بزنیم و همچنان معاینه فیزیکی کنیم، میفهمیم که کدام قسمت مصاب شده و در او هم کدام جایش است. برین استم ساحه خیلی اساس است که دیجا کانشسنس یا هوش است، مرکز تنفس است و مرکز قلب است. و در صورتی که اگر فشار داخل قفی بلند بره یا فشار داخل سر به هر علتی که بلند بره به شکل آنی، وقتی که فشار میاره بالای برین استم، اینی ساحه است که ما قلب استارت میشه، تنفس استارت میشه و سبب مرگ آنی مریض میشه. از نظر تقسیمات ساحوی ما
به 52 قسمت سطح کارتکس مغز تقسیم کردیم که هر قسمت از خود وظایف خاص داره که از تشریح از این لکچر به اصطلاح از وقتی که به این دادیم بالا هست، نمیخوایم که وقت شما را به این تشریح بگیرم. همچنان وقتی که از نظر بلد سپلای یا ایروای مغز ببینیم، ما 2 شریان قدامی داریم که کاروتیس اینترناس و 2 شریان خلفی داریم که ارتریا ورتبرالس هست. شما اینجا در این دیاگرام میبینیم که 2 شریان ارتریا کاروتیس در اینجا ختم میشه، داخل سر میشه و تقسیم میشه به شریان میدل سریبرال آرتری طرف راست و طرف چپ و همچنان آنتریور سریبرال آرتری طرف راست و طرف چپ. 2 شریانی که از عقب میه ورتبرال آرتری است که اونا هر دویش با هم یک جا میشه و آرتری بازیلار هست یا بازیلاری آرتری میسازه. قسمت بازیلار آرتری با یک شریان پلمانند یا آرتری کامونیکیتینگ posterior communicating artery پیکام با قسمت آنتریور یک جا میشه. در حقیقت یک حلقه را میسازه که به نام Circle of Willis یاد میشه. قسمت قدام ما یا پیشروی ما 2 آرتریا سریبری انتریور با یک آرتریا کامونیکیتینگ آرتری انتریور با هم دیگر اینا ارتباط داره. خوبی این سیستم ای است اگر فرض کنیم یک حلقه در یکی از قسمت های از می حلقه ویلز به وجود بیاید، خون میتونه از طرف مقابل از جای دیگه پس به ساحه برسه و مشکل پیش مریض به وجود نبیاید. وقت مشکل میتونه به وجود بیاید تا وقتی که اگر علاقه داخل رگ‌های محیطی شود که وقت مشکل به وجود میاره. اما اگر پیش مریض باز هم کلاترال های کوچک اگر موجود باشه میتونه تا یک اندازه از پیشرفت مشکل جلوگیری کنه و وقت بده تا ما تداوی کنیم مریض. حلقه ویلیس است و باز هم گفتم آرتریا کاروتیس کمونیس تقسیم میشه به اکسترنا و اینترنا و اینترناش میره طرف قف و از طرف پشت سر هم آرتریا ورتبرالیس که از 2 طرف میره، چپ و راست. شریان که در داخل قف میرسه باز آرتریا ورتبرالیس چپ و راست، آرتریا سپینالیس آرتریای به اصطلاح posterior inferior یا به معنی آرتریا بازیلارس همیتا آرتریا تقسیم میشه باز بالا و نهایتاً به posterior cerebral artery که در قسمت بالا هست تقسیم میشه. این آرتری کوچک میبینی آرتری پلمانند posterior communication آرتری طرف چپ و این طرف راست است. اینجا قطع شدگی قسمت از آرتریا سریبری آرتریا کاروتیس اینترنا طرف چپ و راست است، آرتریا سریبری میدیا طرف راست و همچنین طرف چپ، آرتریا سریبری انتریور با آرتریا کامونیکیتینگ انتریور از نظر موقعیت خود می باشند. سندرومایی که تشکیل میده نظر به ای که کجا مصاب شده در مغز سندرومای مختلفی داره که نظر به واسکولار تریتوریایش یا ساحه مصابی خود مغز میتونه ای فرق کنه. از نظر ای که استروک در لارج وسلز است یا در یک شریان بزرگ است و در قسمت anterior circulation به این معنی که از 2 شریان کاروتیس اینترنای قدامیش منشأ میگیره یا ای که از شریان بزرگ پشت سر منشأ میگیره یا ای که شریان کوچک داخل مغز منشأ میگیره فرق میکنه. کلاسیفیکیشن های سندروم هایی که از ساحات مختلف ساخته میشه. anterior circulation ما عبارت از شریان middle cerebral artery, anterior communicating artery و anterior
کوریدال آرتری هست. پوستریور سرکولیشن ما شامل ورتبرال آرتری، بازیلار آرتری، پوستریور سربرال آرتری که شریان بزرگش است. باز هم در قسمت پایانتر از تنتوریوم ما شریان‌های کوچکی داریم که مسئول اروای سریبلوم است. ما فکر میکنم که اینجا ما این لکچر فعلا ختم میکنم. بخش دوم از این قسمت شروع میشه که شامل سندروم های مختلف از سرکولیشن قدامی، سرکولیشن خلفی و سرکولیشن تحت تنتوریوم یا انفراتنتوریال است می باشه. امیدوار هستم که یک چیزی را من اینجا کور کرده باشم. لکچر بعدی ما در برگیرنده سندروم ها است و بعد از او هم تداوی مریضا هست، تداوی احادشان است و همچنان وقایع ابتدایی و ثانوی و از طرف دیگه ریهابیلیتیشن است که در لکچر بعدی کور میکنیمش. امیدوار هستم که خسته نشده باشین. ما که میبینم لکچر ما 45 دقیقه هست و به این رقم اگر دوام کنیم شاید تا 2 ساعت هم برسه عرصه لکچر ما. وقت شما خوش. خداحافظ.